قرآن خوانی یک خانه مامور مالیات شاهخوجه قرآن خوانی داره امورا یه عجله خیره خد چی کن تو پیشه پیش آقا خیر چای بخور نم روز کسم نه پرفاک ده سلام با یک دوستای عزیز نازنین دوستای عزیز قسمی که میگیرید دیگه ما اینجا یک نخط میخوایم نوشته کنم دیگه میخوایم اولین برفک دمی جاغری هم ده چه مای همه از موشم روشن دیگه می یک برفک سر آقای صمدی سلامو مخرم دیگه خدا کنه که گیر نیام دیگه دوستای عزیز تا آخر را با ما همراه باشید دیگه برون که چی اتفاق پیش میاد دیگه آبی دانال سکلی میشته کنم نمیخوانی؟ باش بخوان بسم تعالی به نام خداوند جل جلاله خط برفک رو آقای صمدی این خط برفک هست و اگر خط را خواندی ما را گیر آوردی پس بدان که مهمان ما هستیم اگر خط را دیر خواندی نتوانستی گیر بیاری پس بدان که یک شب خانه شما مهمان هستیم برفک بالای شما صمدی عزیز با تشکر دیگه میخوام میشتک دو باش که چی میشه دیگه خدا کنه که گیر نیم آبی دادیم تو رسیدیم به پیش خانه آقای صمدی نه خانه آقای صمدی اینه آره تو خنجقی ازوان نگی خود خد ازوان تو خن که نگی دیگه ما خد را وردیم امروز نگاه که هوای جاغری خیلی پاکه همین هوای جاغری پس از باران کسه برف کسه خیلی مت هوا صاف میشه پاک میشه دیگه خیلی خوب خیلی پرحرفی ننی دیگه نام اسمش خیلی علیرضا جان ما خنجقی از ما کامرامانی همونه دیگه موری بخیر داخل دیگه خدا کنه که گیر نهی دیگه خوب دیگه با ما باشید دیگه ما بریم یا الله
بیخیش تو خراب کنم لگم چیزی که بخوانی کلی از بین برده. الله یا الله. الله سلام آقای صمدی رالای جان خوبی جان جور بخیر خیرت در سلامتی جوان تجار خانواده خیرت جور باشید من خیلی دیر باشه نه ما مرون دیگه خیلی مثلا کار پیش چند خد دیگه را میخوام تازه نم قرآن خوانی یا خانه مامور مالیات و شاه خوجه قرآن خوانی داره امورا دیگه عجله خیره خد چی کن تو بیشه بیش آقا خیلی چای بخواد نه چای بخواد بگم بیشه نه باش ما مرون نه تو بیشه که چیه چای بخواد این بیشه خیر باز هستیم خب ما خد بخوام نه خد شخصی استوری نگفتم در کاغذ نشته خیریت کسته خانه زو کسته امروز چیزه امروز کسته بوده لالا خدا شکلی باید تو باید پرفار باید آنی تیگری باید ما چپ تیدا کی نه مادی آنی خبر درو باید گو چیزا نه باید نه بود دایدا کجا شده باید و دختر دایدا کو بود دایدا کو دایدا کی راف باید نگو چیز لا دختر دایدا انگیش باید دایدا کی باید نه یار آقای صمدی تو خط حال بیخوانه زو کن ما خط خواند نه چین باید نه انگیش باید حالا زوش تو اینا کجاشته کجا آمدی؟ آقای صمدی نه تو خط خوانده؟ انگیش باید خط خوانده؟ انگیش آره ما خط خواندم نه باید ریشتک ریشتک بودید تو بیشی کجا مرایی اینال بیگه باید شاک بیشت ساکت بودین خوب قدم بودین باز خط بود خیریت هسته؟ نه پرفاک ده آقا خیریت باشه واه چطور بیچاره لالای ده چطور لاله بیا توخ کن دوستا توخ کن ایسا پرفاک نه آقای صمدی این خیلی زیاد اینجا چیزه اینا بشه این دمی روی که این می رقم که در چای مزه میگه امروز روی بوشیم نه این می رقم چای مخور بیچاره لالای ده اذیت کردی یار آقای صمدی توی قم آماده باش بودی که نه اوز قرار خچ معلوم بود لالای خود نه در خرچی ما وقتاشتم که تو دانه کنی خواسته میشه خدی برفاکن دوستا سیل کن ما خط کنم بله. نمیشه دادم نمیشه خدی برفاک اینا دوستا یک میمانی هم چپه شد خوب شد ما پیشتر سلام نکردی ما سلام دوستای عزیز امیدوارم که جور صحتمند سر حال باشین دوستا دیگه نه لالیم شخوجه هم ده یک دنه خط یک بین یکو کارتا نفذو پاکت رو کردم مو متوجه نمیشدی ما ورختای عزیزتون خدا نخواسته یکو کدام مراسم فاتحه نه چیز بسام خوب نباشه شده تفش ما دیسته چپکی خط که تفش نمیشه پرانخانی تفش نمیشه برفاک یعنی برفاک از یک کار کرد خواه شما بله چای باید شما ویدیو چیزی میگرفتین حالا ما حقیقا بچه یک پراتیس میکرده که ما کتابچه متافیه سوسود جور میکرده که اما سما غزیار را پختم کردیم بلدیشه سریع باید چای باید میخوانو خیلی هست ما ولی دوی مزان قدر شاگرد خوب خیلی بد مالی نمیشه اگر خد نه خانه شما مهربان است برفک بالای شما نه برفک بلی از ما نشد برفک بلی خود شد خلاص دیگه دوستای عزیز در چنین رقم خلاصه گیر آمدیم دیگه متاسفانه که نتونستیم که موفق شنو دیگه باختم باز خیره قرص باشه خب انشالله در میمانیش همه شما دوستای عزیز دعوت نم
که میمانی بردم ولی در میمانیش بسیم بخیشم دعوت هستین از طرف از ما. خشم این یک رسم رواج هزاره که در اول برف زمستان که است رواج برفک داریم. از قدیم الایام می رواج منده. در زمانی که بهار میشه هم رواج برنک داریم. در اولین بارو که فصل سال بارش شروع میشه. آقای صمدی ما فکر میکردیم که شما همچین رواجا ندارین. خب فقط ما همچین رواجا نه نه این فضل خدا که است رسم رواجی در کلی منطقه جاغلی هست. بارسال مشاهد منج خانیزم سرای زاسته دیگه همون قدر همزی گل پای ملک از این چیز میره در خانه که دان درگه باید پور میشه خود گنج توانه چی گفت چی علاوه؟ والله سلامتی. اذیت کردی دیگه بخشی دیگه. نه خواهش نو. اره ای کو والله باور نمیشد که شما قدر فعال باشین. نه و نو خط و مشکوکه نه یعنی این رقم خط دیگه که اگه ورق مخصوص دارم ورق مخصوص داره دیگه او پاکارده نه یعنی خط است دیگه نیگه نمیر منی اگه پاکارد مکردی والا نه دوستا یعنی خط دیگه یک باور هیچ کس هم نمیشه نه چه رقم نوشتم که دیگه او باید پاکارده دیگه خطا هیچ کس چاپ میشه یک دوارش نختم جلاله دیگه یک بیزو همین شو مورید یا در فرصت شما دعوت کنم. خیر مور آزمان خانه که است خدا بست. آره اون دوان این قیمت که اتمن تو بلگیز مقباره بزغله آلار کو. آره چیزی که در خانه اونمو سه مو فرصت کوی کو یه خم نمیشه که مورمال باری دیگه هیچ مشکل هم نداره به خدا که کوی هم نکنی نه مو بردم ما مخنون نه حق شما نه بردم اگه کوی نکنی به خدا که چی پروانش داشته آره نخست چوی سیار آورده دی خود بیست بشه در روزتا ورده در مولیت خود یا لگیش پروان آورده خود مخری دیگه خب خیلی خوب دیگه دوستای عزیز دیگه می بود از امروز نه ویدیو نظمو که متاسفانه ما نتونستم آقای صمدی را قنجقه آبی میلاد ما اینجا خلاصه میمون از یاشنو خلاصه یا تنیسته که قشنگ ما رو اینجا گیر بیره یا خوشگرش که همیشه یا از این کارا مونده ده دیگه ما فکرم فقط داخل از مو رواجه خود اینجا هم چیز دادم آره نه اینجا رواج هست اینجا دوست بارسال که ما قدر اینجا برنکنه خب صحیح پس ما از این پس دیگه دیده برید نهیم پس برنک چرا باشین می درگز مداری تو از لالای همیشه خود یمی کچه فقریزمو همیشه در روی دوستا قوم آواز دیگه خود جور باشین دیگه ما بخیر مورم دیگه بیشی دیگه بیش کجا نان چاشت خوردیم شاو بشی باید مشاو در خدمتیم جور باشی تشکر جور باشی والا این می کچه فقریزمو ما یک برنک سر شما بردم دم چاشت اینجا نان خوردم خیلی جام تو جور باشی یک روزم که بایم کوی کنم یک نان چاشت دیگر خیلی مشکل نی همیشه دیگه خب خداحافظ خیلی خوش آمدید خداحافظ سلام بگو آقای مزیار علیکم سلام خیلی خوش آمدید